سلام دوستان، شبتون بخیر. فردا میخوام برم دانشگاه، به خاطر همین امشب ناهارم رو پختم. به درخواست پسرم من برای صبحونه فرنی آماده کردم. من فرنیمو اینجوری درست میکنم: 4 لیوان شیر سرد رو میریزم توی قابلمه، 4 قاشق آرد برنجم بهش اضافه میکنم. با توجه به میزان شیرینی دلخواهی که خودتون هر چقدر که دوست دارین، ولی من 10 قاشق شکرم بهش اضافه میکنم. میذارم روی گاز. یه قاشق خامم زمانی که دیگه یه ذره شیر داغ شده بود بهش اضافه کنین. اینقدر هم بزنین تا همین بافت دلخواه پیدا کنین. اگر که از اول تا آخر هم نزنین ممکنه که یه ذره گوله گوله بشه و اینقدر پنبه‌ای نشه بافتش. اینم از آشپزخونه ترکیده، ولی اینم فرنی آماده شده برای صبحونه فردا با تزیینات. خب، حالا شوهرم ظرفا رو کفی کرده بود و منم شروع کردم به آب کشیشون. ظرفا رو شستم و مرتب کردم، چون واقعا آشپزخونه دور و بر همه جا به هم ریخته شده بود. بعد از اینکه ظرفا رو شستم، هر کدوم رو گذاشتم سر جاش، مرتب کردم و یه ذره اون آرامش دوباره به خونمون برگشت. من حتما شبا قبل از خواب باید خونه رو مرتب کنم. خب، ساعت 12:20 شده و واقعا خونه ورق نقره شد. آشپزخونه رو تمیز کردم و حالا با خیال راحت میرم که بخوابم.